حرکت بارفیکس دستگاه یه حرکتی هستش که وقتی افراد نتونن با وزن بدن خودشون بارفیکس رو اجرا کنن یا بنا به هر دلیل مثل آسیب دیدگی، مثل تکنیک تمرینی از دستگاه بخوان استفاده کنن، باید بیایم سمت دستگاهی که مشاهده می‌فرمایید. میریم روی دستگاه، دست‌ها ارزشانه باز میشه، از ارزشانه یه مقدار بازتر میشه. نکته‌ای که خیلی مهمه، چون دستگاه داره کمکتون میکنه، نباید خودتون رو تاب بدید و خیلی سریع برید بالا. توی دستگاه حرکات با ماشین بهتره که شما دامنه حرکتیتون کامل باشه و آهسته حرکات انقباضی رو انجام بدید. آهسته به سمت بالا میریم، دامنه کامل و به سمت پایین میایم. حالا هر چی بخوایم فشار روی زیر بغل رو بیشتر کنیم، کافی مقداری چرخش آرنج رو به سمت داخل بدیم. به سمت داخل، عالی شد و فشار روی پایین زیر بغل بیشتر میشه.